سلام، من امروز میخوام در مورد لباسشویی چادر توضیح بدم. کلیپی در موردش پیدا نکردم، ترجیح دادم بازم مثل بقیه کلیپایی که گذاشتم خودم یه توضیح در مورد این لباسشویی بدم. ببینید این لباسشویی یعنی هم لباسشویی هست هم خوشکن هستش. 14 و 9 هست، یعنی 14 کیلو شستشو، 9 کیلو خشک کردن. یه چیزی بگم که تولید چین هستش. من اینو بعد اینکه خریدم متوجه شدم، ولی خب مشکلی نداره. البته وقتی خریدید مطمئن باشید که سالم باشه، چون الان این یه مشکل فنی داره که مجبور شدیم پسش بدیم. ولی خب گفتم توضیح بدم که کسی داره بتونه یا میخواد خریداری کنه بتونه ازش استفاده بکنه. این برنامه‌هایی که لباسشویی داره میتونید از طریق وایفای به اپ گوشی وصلش کنید و از طریق گوشیتون کنترلش کنید. وقتی که لباسشویی برای اولین بار روشن میکنید اینجا برنامهش میاد، میره روی زبان که انتخاب کنید که چه زبان باشه. من نمیدونم دقیقا چه زبانایی داره، فارسی داخلش هست یا نه، ولی اگه به ایران صادر بشه مطمئنا زبان فارسی هم رو بذارم روش، احتمالاً نمیدونم بگم مطمئنا. وقتی که اینو روشن کردید اگه خواستید به گوشی نصب کنید، وصلش کنید یا نظر گوشی کنترلش کنید، این برنامه رو از طریق اپل استور یا پلی استور میتونید اینو تهیه کنید، این برنامه رو و دانلودش کنید. البته QR کد رو خود در لباسشویی هم داره که میتونید از این طریق اپ رو دانلود کنید و این علامت تایمر رو باید چند لحظه نگه دارید و این درجه هم بذارید روی وای فای که بتونید اینو وصلش کنید. البته خب تو بروشورش توضیحاتش هست، میتونید خیلی راحت‌تر از اون طریق نصب کنید. ببینید برنامه اصلی که داره این 3 تا برنامه بالا برای خوشکن هستش که حرارت خیلی زیاد، حرارت متوسط و حرارت کم رو داره. این قسمت ها برای شستشو هستش که این میتونید کمترین شستشو تایم رو داره، 14 دقیقه، 30 دقیقه و 44 دقیقه. این شستشو همراه با بخار هستش، آب کشی داره، تخلیه و خوشکن داره، فقط لباس رو بچرخونه که آب اضافیشو بگیره. این برنامه ها برای شستشو هسته، شستشو لباس های بازم مختلف که مخلوط باشه. این روی 20 درجه هست، برای پشم هستش. این هم که خب حرارت اکو، حرارت بین 40 تا 60 درجه میشونه. این برای پنبه هستش و از این قسمت میتونید درجه آب رو تنظیم کنید. اینا رو که بزنید، یعنی من روی برنامه میذارم، این که بزنید میتونید درجه ها رو تغییر بدید. این قسمت هم میزان دوری که میچرخه و تا آبگیری کنه، آب لباس آب بگیره و نمدار بشن فقط. این هم همینطور و اون قسمت هم که باشه میتونید کامل قطع کنید که اصلا آبگیری نکنه. و با طریق این تایمر هم میتونید تایم بدید، مثلا لباسشویی که روشن بشه چه ساعتی روشن بشه، مثلا رو برنامه بذارید و تایم بدید، مثلا ساعت 10 شب یا مثلا 5 صبح خودش اتومات شروع میکنه اون ساعت به شستشو، لذا باید تایمرش تنظیم بشه. این قسمت با توجه به درجه کثیفی لباس میتونید تایم رو کم و زیاد کنید. اینو میزنید و تایم عوض میشه. این قسمت هم برای اینکه بخواد مثلا پیش شستشو انجام بده یا آب کشی اضافی انجام بده یا بخار بزنه به لباستون. این قسمت برای خشک کردنه که اگه بخواید دستی ببینید برنامه رو شستشو گذاشتید و اگه بخواید که براتون خشک کنه از اینجا میتونید انتخاب کنید که کمترین یا متوسط و بیشترین حرارت به لباس بده که این آخری که علامت کمد هست، یعنی که دیگه لباس کاملا خشک میشه و میتونید بذارید تو کمد. این قسمت هم برای درجه سختی آب و اینکه شب میخواید شستشو رو انجام بدید که تنظیم کنید که ماشین لباسشویی صدا نده.
این دوتا رو با هم بگیرید، صدای ماشین قطع میشه، یعنی خاموش روشن شدن هیچ صدایی نمیده. و این دوتا رو با هم بگیرید، میزان شستشوی بیشتر رو براتون نشون میده و انجام میده. این دکمه هم که برای چیز هست دیگه، دکمه پلی هست و استاپ که بخواید انجام بدید. این دکمه هم که برای روشن کردن و استاپ کردن استفاده میشه دیگه. بعد این لباسشویی تو آلمان هم که میاد 4 تا پیچ نگهدارنده پشتش داره که اینو حتما باید باز کنید قبل استفاده، چون اگر این ندارید و باز نکنید متاسفانه لباسشویی دچار مشکل میشه. امیدوارم که این فیلم براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی داشتید کامنت بذارید، جواب میدم و لایک یادتون نره.